تصور کن صفحه گوشیت روشن میشه با یه یادآوری دیگه، یه هدف نیمه کاره، یه رویای ناتموم که هنوز منتظر توه، ولی توی اینستاگرامی، سومین ساعته، انگشتت روی صفحه است اما دلت جای دیگه است. جایی که باید باشی اما نیستی. آشنایی با این حس، نه؟ اون سنگینی بی صدا که روی شونه هاته، اون بایدهایی که مثل یه خاطره خسته تکرار میشن، اون انگیزه هایی که از قهوه صبحگاهی زودتر سرد میشن و اون صدای درونی که میگه من چقدر تنبلم. اما نه عزیزم، تو تنبل نیستی. قانون اول نیوتن فیزیک یادتونه، همون قانون ساده که میگفت هر چیزی که بی حرکت میمونه، مگه اینکه یه چیزی خیلی کوچیک بهش نیرو وارد کنه و وقتی حرکت کنه تمایل داره تا ابد حرکت کنه. ذهن ما هم همین طوریه. اون کاری که عقب میندازیم برامون یه کوه میشه، در حالی که تنها چیزی که لازمه یه تلنگره، یه قدم کوچیکه. رازش این نیست که قوی تر باشیم، رازش اینه که شروع کنیم با فقط یه پاراگراف، فقط 2 دقیقه کار، فقط یه حرکت ساده. یه جرقه کوچیک میتونه کل مسیر رو عوض کنه. اگه چیزی رو عقب انداختی، یادت باشه که نیرویی که درون توه وقتی حرکت کنه دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست.